لا اسأل عنه احدا غیره. یک من به سخن گوید که دیگر هیچ کسی نپرسم یا رسول الله، چون که ما شما حرف کنه ببینیم یعنی تا آخر عمر ما رسید. این دین مقدس اسلام مدت 23 سال به نازل شده. چخیلی نکن یک دهان گپ بگی تمام کنه میشه. هم دیگه هیچ کسی نپرسیده وای کرام داره، فقط همین قول برگشتم داره. لیکن با وجود همین پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب دادن قل آمنت بالله ثم استقیم. قل آمنت بالله ثم استقیم. 5 کلمه یک جمله جواب دادن. بگو آمنت بالله، من الله تعالی ایمان آوردم. ثانی گفتی الله تعالی که راست گفت. الله تعالی ایمان آوردم گویو موافق دین اسلام عمل کن. هر چیزی که خدا میگه گفتی که خدا گفته عمل کن. یعنی 30 پاره قرآن با عمل کن. 30 پاره قرآن اندر 40 جوشنده خدا میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه. آن چیزی که پیغمبر گفت رو گیرید. آن چیزی که پیغمبر گفت فقط عمل کنید. من یطیع الله من یطیع الرسول فقط اطاع الله. ادا آدمی که پیغمبر اطاعت کنه و الله تعالی اطاعت کرد. چند جای 40 جای قرآن شیخ الاسلام شمردگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن اطاعت کردن بعد. بعضی انسان‌ها میگوید که ما فقط قرآن کتی کار میکنیم، حدیث ما در کار نه. هستن خلاف ما با گوشم شدیدم به چشمم دیدم. میگوید که از حدیث دلیل نگیرید، از قرآن دلیل گیرید. خداوند بزرگ 40 جای قرآن رو میگوید که شما اگر یک مسئله نفهمید فردوه الی الله و الرسول، و خدا برگردونید یعنی قرآن و پیغمبر رو برگردونید یعنی سنت پیغمبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسید ما قرآن رو برای تو نازل کردیم ای پیغمبر لتبینه للناس، تا اینکه تو قرآن مردم رو بیان کنید. قرآن بیان کنندش خدا. یگان جای قرآن ده الله تعالی نگفته است که 5 وقت نماز خوان. این اگه یاد گرفتیم از سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدا فقط گفت نماز خوان، زکات تان گفت، نگفت مقدارش پیغمبر بیان کنه. حدیث اندر بسیار چیز الله عزوجل مجمل گپ میزنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تفصیل در سنت بیان کرده این صحابه کرام.